آیا تا به حال به این فکر کرده اید چرا بدن مردان دو بیضه را بیرون از حفره شکمی قرار داده است؟ بیضه ها فقط دو عضو ساده نیستند، آنها کارخانه تولید اسپرمند، یعنی جایی که سلول های لازم برای آغاز زندگی ساخته می شوند. اما اگر اینقدر حیاتی هستند، چرا داخل بدن و در جای کاملا محافظت شده قرار ندارند؟ پاسخ در دما نهفته است. دمای طبیعی بدن حدود 37 درجه سانتیگراد است. اما برای تولید سالم اسپرم دمایی حدود 2 تا 3 درجه کمتر لازم است. به همین دلیل بیضه‌ها در کیسه‌ای به نام اسکروتوم و خارج از بدن قرار گرفتند تا خنک‌تر بمانند. بدن برای تنظیم این دما یک سیستم هوشمند دارد. در هوای سرد عضلات اطراف اسکروتوم منقبض می‌شوند و بیضه‌ها را به بدن نزدیک می‌کنند تا گرم شوند. در هوای گرم این عضلات شل می‌شوند و بیضه‌ها پایین‌تر قرار می‌گیرند تا خنک بمانند. بنابراین این آویزان بودن یک نقص طراحی نیست، بلکه یک سیستم دقیق تنظیم حرارت است. نکته مهم دیگر این است که بیضه‌ها فقط اسپرم تولید نمی‌کنند. آنها منبع اصلی تولید هورمون تستوسترون نیز هستند. هورمونی که در بم شدن صدا، رشد عضلات، رویش ریش و بسیاری از ویژگی‌های مردانه نقش دارد. اگر عملکرد بیضه‌ها مختل شود، هم تعداد اسپرم کاهش می‌یابد و هم سطح تستوسترون پایین می‌آید. موضوعی که می‌تواند بر باروری و سلامت عمومی مردان تأثیر بگذارد. همچنین گرمای بیش از حد مانند پوشیدن لباس‌های بسیار تنگ، گذاشتن لپتاپ روی پا یا قرار گرفتن طولانی در محیط‌های گرم ممکن است به مرور زمان بر تولید اسپرم اثر منفی بگذارد. به همین دلیل تعادل دما برای سلامت باروری اهمیت زیادی دارد. پس این ساختار نه نشانه ضعف است و نه اشتباه، بلکه یک طراحی دقیق و هوشمند برای حفظ توانایی تولید زندگی است.